محدودیتی که هسته اینه که درست نمیتونن ارتباط برقرار کنن با بقیه دفترها یا مثلا مراکز و یک متاسفانه یک چالشیه که خود خانم ها از خود یک استقلال ندارن که بتونن به بازار وصل بشن و حتما باید توسط یک آقا اینا بتونن کار خود به بازار وصل بکنن. فعلا میگم کار باید بیرون کار نکنیم، به خانه بشینیم. خب مال فعلا هم یعنی کارگاه بخش خانم‌ها رو بسته کردم که میگم آقایون کار کنه، شما خانم‌ها به خانه باشه.